نام من شری سیرز. من در تاجیکستان در 7 ماه آمدم. من از امریکا آمدم. من تاجیکستان دوست می‌دارم. I love Tajikistan and the people here are so good and so kind. 7 ماهی که در اینجا قرار دارم به راستی خیلی تاجیکستان و مردم آن را دوست داشتم. در عائله تاجیک که چند ماه با آنها زندگانی میکنم، این خانواده را مثل خانواده خودم دوست می‌دارم و به آنها احترام و صمیمیت خاصه دارم. کس هنگام وارد شدنش به هر یک خانواده تاجیک پیش از همه آرامش و صداقت و صمیمیت پیوندان را حس می‌کند که شاید در دیگر کشور اروپایی این طرز مناسبت خانوادگی کیها صرف نظر شده است. با هم سر دسترخوان غذا خوردن، صحبت کردن، در احاطه همدیگر بودن و در غم و شادی یکدیگر شریک شدن از عادت خوبی مردم تاجیک است که این گونه رفتار آدمان به من خیلی پسند است. در توی عروسی یک جفت نوخانه‌داران اشتراک کردم که برایم خیلی خوش آمد و تأثیرات زیادی برداشتم. عروس آوردن، لباس جهاز زیادی آماده کردن برای عروس که میباید رنگ و برنگ و گوناگون باشد از یک طرف خیلی خوب است، اما از طرف دیگر وقت و زحمت زیادی را طلب میکند و سرخرجات نیز هست. صرف نظر از چنین سرترددی من مراسم عروس بیاری تاجیکان را دوست داشتم، زیرا عنعنات خوب تاجیکی در مراسم عروسیاری پورا رعایت کرده می شود. I appreciate the kindness and the goodness of the people's hearts here. My name is Edward White. I'm a former head of gynecology and gynecologic oncology at the University Clinic in Basel. من ادوارد وایت روبری کالج گینکولوژی دانشگاه گینکولوژی بازل شویتساریا هستم. من باری اول است که با گروه جراحان شویتساریا با یک سفر کاری در کشور شما قرار دارم. مقصد از این سفر در همکاری و مناسبت دوجانبه میان جراحان تاجیکستانی و شویتساریا است. تبادل تجربه و کسبیت بین کشورهایمان در رشد طب معاصر اولین درجه می باشد. یعنی ما هرچه بیشتر تجربه های گرفته‌مان را با هم قسمت میکنیم و از همکسبان تاجیکیمان با خود تجربه های نو را میگیریم. بیمارخانه های گوناگون تاجیکستان را دیدن کردیم و برای ما خیلی جالب بود که چگونه در کشور شما ساحه تندرستی رشد کرده ایستاده است. ما فعلا در کلینیکای سرطان شناسی شهر دوشنبه قرار داریم. برای ما پیش از همه فعالیت این درگاه و کسبیت خود جراحان اینجا پسند آمد. کار از شعبه جراحی زنانه، گینکولوژیا و شعبه جراحی قفس سینه آغاز کردیم که مناسبت همکاران و کسبیت آنها برای من خیلی پسند آمد. چند جراحی زنانه را با همکسبان تاجیکمان با موفقیت گذرانیدیم. اینجا من مناسبت دوستانه، صمیمیت و کسبیت را مشاهده کردم. To be introduced here in Tajikistan. اولا من خیلی افتخار میکنم که به تاجیکستان مسافرت کردم، نه فقط برای اینکه دخترم اونجا بود، برای اینکه یک مملکت خیلی تاریخی و فوق العاده دیدنی است، به اضافه مردم فوق العاده مهربون که اونجا هستن و واقعا من در این مدت یه هفته‌ای که اونجا بودم با آغوش باز من استقبال کردن و من انتظار نداشتم که در تاجیکستان این همه گل‌های زیبا ببینم. یعنی توی هر پارکی که رفتیم من به یاد هلند انداخت که این گل‌های و وقتی که برگشتم عکسایی که با خودم برده بودم آوردم نشون دادم، هیچکی باور نمی‌کرد که این تاجیکستانه و برای من خیلی عجیب بود. گفتم شما که اونجا نبودین چرا انتظار ندارین؟ و از اون گذشته این موزه هایی که رفتیم که البته متأسفانه چون یه هفته بیشتر اونجا نبودم اسامی به خاطرم نمیاد و کنسرتی که اونجا رفتیم و استقبالی که مردم از اون کنسرت کردن به نظر من خیلی خوب بود و جایزه‌ای که به بیننده ها میدادن اینم برای من خیلی جالب بود و در هر از یک هفته‌ای که اونجا بودیم هم شوهرم هم من واقعا لذت بردیم از مهمان نوازی مردم تاجیکستان و دوستان دخترم. واقعا این احساس به ما دادن که ما هم یک تاجیکی هستیم. به عقیده من این هنر واقعی هنریه که با دست انجام بشه نه با ماشین و این البته الان کمتر پیش میاد که کسی وقتشو بذاره و با دست این هنر رو این گلدوزی ها رو به کار ببره و من با کمال میل اینو توی خونم به تماشا میذارم
و البته کادوهای بیشتری هم که من در تاجیکستان بودم دوستای دخترم به من دادن که همه اونا رو من جای مخصوص خودشونو داره که با افتخار به همه نشون میدم. من در بیمارخانه دانشگاه زیورشی شویساریا به حیث دکتر کلان کار میکنم. باید بگویم که این کلینیک بزرگترین شویساریا محسوب می‌یابد. این اولین سفر کاری من به تاجیکستان است. ما اینجا برای تجربه با همکسبان و گذراندن سمینار ترینینگ‌های کسبی برای طبیبان تاجیکستانی آمده ایم. یعنی ما تجربه میکنیم، می‌بینیم که از کدام امکانات استفاده بردن در کار و برای طب کشور شما قدم نوبتی چی خواهد بود و آن را در یک جایگاه در عمل تطبیق خواهیم کرد. I love the proverbs. You know the one Dil i modar ba bacha, dil i bacha ba kucha. It's so true. All over the world, the mother's heart is for her children, the children's heart are for playing. دیلی مادر با بچه، دیلی بچه با کوچه. این ضرب المثل تاجیکی رو که با یک گفتنش در حال به معنی اون سرپا میروی برای تمام مردمان داخل دارد. حتی برای مردم امریکا نیز ضرب المثل تاجیکی خیلی توأم است و استفاده آن در زمان حاضر عین مدعا است. احترام همدیگری، حرمت کلانسالان که تنها در تاجیکستان این طرز مناسبت را حس کردم خیلی به من پسند آمد. این طرز احترام و معاشرت خوب بین همدیگر تجربه دیگری را در حیاتم واگذاشت. من نمیتوانم بگویم که این تأثیرات اولینم است، بلکه یک تجربه بود که من از تاجیکستان در قدم نخستین هنگام سیر و گشت جایهای تماشاباب پایتخت برای خود برداشتم. هنگام وارد شدن به نقلیات جمعیتی خردسالان و بزرگتر جای میدهند. گرچند این یک چیز عادی در نظر اول باشد هم، اما در اصل تربیت، شناخت و حس ملی هر مردم از این آغاز می‌گردد. متاسفانه در مردم امریکا این طرز مناسبت در رفتار مردم چه خرد باشد و چه بزرگ عموما به چشم نمی‌رسد که از این خیلی افسوس می‌خورم. بیشتر از همه کودکان تاجیک را دوست داشتم، زیرا سیمای زیبای تاجیکانه از جمله چشم‌های سیاه کلان و دخترچه‌ها با موهای درازی بافته خیلی برایم تاثیرگذار بود. علال خصوص هنگام عیدهای ملی دقت مرا به خود جلب کردند. It rains a lot, but here it's beautiful every day. That's one thing you can count on is how beautiful it will be. Breast conserving surgery and the sentinel technique to be introduced here in Tajikistan. ростига байни ҳам табодули назар ва дастгирии ҷавонон бештар ба назар мерасад. бояд бигӯям ки берун аз кор танҳо имкони дидани кӯчаҳои шаҳр ва яке аз мағозаи зебоманзари шумо ҳисор насибам гашт. ба ростӣ ҷои тамошо ва истироҳат аст. мехостам ҳарчи бештар дар баробари кори тахассусӣ аз ҷойҳои зебоманзари кишвари шумо дидан кунам. аммо мутаассифона имкон надоштам ки аз мавзеъҳои зиёдтаре дида намоям. аммо чун дар тоҷикистон эҳсоси озодӣ ва сулҳу суботро ҳис мекунам, мехостам дар сафари ояндаам ки дар назар аст, ҳарчи бештар аз хуҷанду хатлон ва макони саросар кӯҳсори Бадахшон дида намоям. During the next day to see all the other parts of this country. Especially Pamir seems to be very attractive and I look forward to see that. تمام مجسمه‌هایی که دیدیم فوق‌العاده ریزه‌کاری که شده بود با سنگای کوچیکی که درست کرده بودن واقعا کار فوق‌العاده‌ای بود. رودکی ابوعلی سینا واقعا ریزه‌کاری‌های فوق‌العاده‌ای بود که من لذت بردم از دیدنشون. و با کمال میل حاضرم دوباره بیام اگه موقعیتی باشه دوباره بیام به تاجیکستان و این دفعه انشالله علاماتمو بیشتر و بیشتر بکنم. میوه‌هاش یعنی هر چیزی که من داشتم در تاجیکستان خوردم خوشمزه بود. همه چیز خوشمزه بود. یعنی برای من میتونم بگم هم از نظر غذایی، هم از نظر تفریحی، هم از نظر مردم که اینقدر با عاطفه بودن واقعا بی‌نظیر بود. یعنی برای من این مسافرت یه مسافرتی بود که همیشه به خاطر من خواهم بود. چقدر واقعا مردم با احساسن، چقدر مملکت قشنگیه. I mean, we meet a lot of motivated good doctors here and
با طبیبان بسیاری که تجربه زیادی کاری دارند واخوردیم که برای ما خیلی عجیب است. همکاری میان خارجیان همکسب در واقع در رشد طبی تاجیک و رشد کشور خود ما خیلی مهم است. امروز تاجیکستان کشوری را میماند که در آن مردم برای صحتی خود بیشتر کوشش به خرج میدهند. یعنی در عموم ساحه تندرستی در حال رشد است. چندی از درمانگاه‌های کشور شما را از جمله بیمارخانه شهر کولاب، دنغره، خاروق دیدن کردم و مشاهده نمودم که این درمانگاه‌ها دارای تجهیزات‌های معاصر بوده و معیارهای بین‌المللی جوابگو است. حتی در برخی از بیمارخانه‌های تاجیکستان تجهیزات آمریکایی و دیگر کشورهای پیشرفته را دیدیم که بر رشد و بخطری و صفت خوبی ساحه تندرستی مساعدت می‌کند. فکر می‌کنم که در یک جایی ما صفت و تجربه اندوخته‌مان را تکمیل می‌دهیم. در تاجیکستان من آزادی، برابری و یک قوه بزرگ را در وجود مردم احساس کردم که این گونه نیروی بزرگ را نه در شهروندان هر ملت دیده می‌شود. Very easy for us to work with you, and I'm very thankful to experience this.